سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من این ویدیو رو چون ادیتور ندارم کات نمیخوره، یعنی اگه جایی اشتباهی گفتم، اگه جایی غلط املایی داشت که شما ببخشید. اومدیم بررسی کنیم شخص بابک زنجانی رو. یه توکنی قراره این آدم بده بیرون به اسم طلا توکن که هیچ پشتوانه‌ای نداره، بانک مرکزی هم گردنش نمیگیره. یه فاجعه است، عملا یه فاجعه. خب اخیراً اگه دقت کرده باشید داخل اینستاگرام، تلگرام، توییتر، همه جا این آدم داره پروموت میشه. یعنی یهو آقای بابک زنجانی شده تایپ تمام دخترای ایران، یهو شده نمیدونم ساتوشی ناکاماتو، نمیدونم مبلغ بیت کوین، یهو شده کی بودون، ایلان ماسک. نمیدونم، واقعا برام عجیبه. پول زیادی داره خرج تبلیغات میکنه، کاری نداریم. بریم سر اصل مطلب. آقای بابک زنجانی که سال 95 فکر کنم دادگاه داشته حکم اعدام براش اومد، الان تبدیل شده به یه ایلان ماسک ایرانی. داخل تلگرام و اینستاگرام این آدمو کردن ایلان ماسک. خب کارش چیه؟ این بابا یه ابربدهکار بانکی هستش که حتی بانک مرکزی هم داره بهش میگه تو بدهکاری، بیا پول ما رو پس بده، پول ما رو بده. ولی همینجوری این آدم اعتنایی نمیکنه بهشون و همینجوری قوی داره میره جلو. سامانه تاکسیرانی رو انداخته، نمیدونم الان 25 میلیارد دلار سرمایه داره. ما نمیگیم سرمایهش اشکالی داره، واقعا هر کسی که پول داره دمش گرم و ما تحسین میکنیم. ولی وقتی که دولت داره قانون میده برای مردم که مثلا یه شخص عادی نباید سالی 5,000 دلار بیشتر در چیزش داشته باشه و هر روز دارن قانونای سخت‌تر و سخت‌تری برای مردم میذارن، یه روز میگن 5 تا 10,000 دلار بیشتر تتر نباید در سال یه طرف داشته باشه و خریده باشه. یه بار میگن نمیدونم در سال یه آدمی که شاغل باشه نمیدونم 2 میلیارد فکر کنم همچین چیز یا 20 میلیارد و یه آدمی که شاغل نباشه 5 میلیارد یا 500 میلیون فکر کنم، این همچین داستانی بودش، دقیق یادم نیست دیگه، ببخشید. وقتی که دولت داره همچین قانونای سختی برای مردم عادی میذاره، چرا یه آدمی مثل بابک زنجانی آقا 25 میلیارد دلار پول داری، دم شما گرم، این پول از کجا اومده؟ من اینو میخوام بدونم، نه اینکه من میخوام بدونم، بالاخره با دولت بدونه دیگه. دولت وقتی که داره برای مردم قانون میذاره، ما نمیگیم قانون، حالا گذاشتن دیگه بیخیال. چرا بررسی نمیکنن ببینن مثلا بابک زنجانی پولش از کجا داره میاره؟ چرا یه بابایی که مثلا میگن ابربدهکار بانکی، شما اگه برید از بانک وام بگیرید، یه 100 میلیون وام بگیرید، شما سر قسطتون پولتون ندید، بانک پاره میکنه. عملا دارم میگم، یه سودی میزنه، یه بلایی سر شما میبره، خونتون میذاره اجرا، برای فروش حراج میکنه. من سوال برام که چرا کسی نیست به این شخص بگه چی کار داری میکنی داخل مملکت؟ عملا میگم یه مش عشق پول دارن این آدمو پروموت میکنن، یه مش عشق پول دارن این آدمو میبرن بالا، تبلیغات. پول داره دیگه، طرف پول داره دیگه، پول زیادی داره خرج میکنه. مشکل مردم ما هستن، یه عده به خاطر پول اینو دارن میارن بالا. فهمید؟ یه مشکل که نداریم. از یه طرف مشکل کلاهبرداره، از یه طرف هم متاسفانه عده‌ای از مردم. ببینید خصوصا عده‌ای از مردم که دارم میگم، همینا اگه سرشون کلاه بره منتظرن که مثلا یه شخصی بیاد، مثلا بیا جادو کن پول ما رو برگردون، محمد جرجانی بیا جادو کن پول ما رو برگردون، دولت بیا جادو کن پول ما رو برگردون. نمیشه. یعنی اینا انتظار دارن که تو بیا یه کار خاصی انجام بدی پولش اینو برگردونی. درست قبل از اینکه برن داخل اون پروژه کوفتی سرمایه گذاری کنن، یه سرچ ساده نکردن بفهمن داستان چیه. فهمید؟ اون بابایی که سرش کلاه میره، ببینید یه مثال ساده براتون میذارم. پروژه های پانزی، پروژه های هرمی، آدمایی که داخلشون سرشون کلاه میره، اگه از دسته اول باشن و سود خوبی کرده باشن از این پروژه، که میگن آقا این پروژه دمش گرم، چقدر خوب، نمیدونم کلاهبرداری چی، بابا خودتون کلاهبردارید. ولی اگه از این آخریه باشن و پولشون رفته باشه، عجب پروژه‌ای نمیدونم فلانی بود، بی‌شرفا پول ما رو خوردن. میگم که مال داستان خیلی جالبی هستش.
کلاهبرداری بده. چرا؟ چون که سر من کلاه رفته. عده‌ای از مردمی همچین فکری دارن. کلاهبرداری بده. چرا؟ چون سر من کلاه رفته. خیلی جالبه واقعا. تو اگه راه شرافت و راه انسانیت رو بخوای در نظر بگیری، باید کلاهبردار رو محکوم کنی. کلا این شیوه کلاهبرداری رو باید محکوم کنی، نه اینکه بیای مثلا بگید این کلاهبرداری چون سر من کلاه رفته این کلاهبرداری بده. داخل کامنت های آقای جارجندی من به یه موضوع برخوردم که برام جالب بود، منم اینجا توضیحش بدم. شخصی من داخل کامنت ها پیام گذاشتش که نمیدونم آقای جارجندی چرا لینک دونیت میذاری، چرا نمیدونم استارز کانالت بازه، بعد میان میگی من اینو نمیخوام. ببینید این آدما حتی به استارزی که مثلا یه بابایی دیگه داره میزنه حسودی میکنه. یه جورایی هم میشه گفت حسودی، هم میشه گفت حماقت. میفهمید؟ چرا؟ حالا یه شخصی داره برای شما زحمت میکشه، تو این راه با مافیای بزرگی مبارزه کرده و میکنه، خطرات زیادی برای این شخص داشته، سودی نداشته برای این شخص، وسط این راه درخواستای پول زیادی هم داشته قبول نکرده و راه شرافت، راه انسانیت رو جلو برده همینجوری. ولی متاسفانه بازم مردم ناآگاهی داریم مثلا که دارن به این شخص توهین میکنن، نمیدونن دارن به این شخص تهمت میزنن، تو نمیدونم چرا از اینو پول گرفتی. بازم همون موضوع قدیمیه، استارز نمیدونم فلانی بده. چرا؟ چون برای جورجندی زده بده. اگه برای من میزد که بد نبود، عالی هم بود بابا، دستش هم میبوسیدم. میفهمید؟ یه همچین چیزیه. متاسفانه یه داستانی داره این استیک $500 و حمایت از حیوانات. یه ویدئویی هستش که بعدا میخوام بذارم براتون، خیلی جذابه، موضوع جالبی داره. میدونید که ادیتور ندارم، عملا یه شکل وایس استوری داره ویدئوهام، جذاب نیست. یعنی عملا خودم دارم میگم. میدونم که این رو خطرات زیادی داره، از جمله تهدید شدن، نمیدونم فوش، این داستانا که دیگه خیلی زیاد. اول راهیم، هنوز کسی ما رو نمیشناسه، کسی مثلا شاید برای کسی جذاب نباشیم، ولی چون داخل ایران هستم خطرات زیادی قطعا برای من داره. یه افرادی که خود دولت نمیتونه باشون مقابله کنه قطعا خطرناک هستن، قطعا قوی هستن، قطعا یه مافیای بزرگی هستن این آدما. ولی میگم دیگه نهایتش اینه بیان ما رو ترور کنن، بیشتر از این که نیستش. این راهی هستش که من تصمیم گرفتم ادامه بدم. امیدوارم که موفق و مؤید باشید. خدا نگهدارتون، تا بعد.